ما در داخل مکه صالح. فهمیدم مورد. با دقت شوید. کارو که تمام کرده در حال خبر دهید. خوب شد از نکرد. ظریف کامیراها را چیکار میکنیم؟ آنها در کجا باشند؟ از روی نقشه باید در این طرف باشند. من با آن طرف میروم. بله شکر. پس همین خبر به کسی می آید. زودتر کارو تمام کن. یا الله. هرکس زودتر شمسیر شدم. آخری تو آم چیکار میکنی؟ کرسورد کار میکنم. اگر این خطر تو نباشی آماده خودت. رفیقان آرام باشی. سیمی اساسی رو یافتم. زودتر کارو تمام کن. زودتر. خوب شده. تمام کردم. خدا رو شکر. اکی صالح کامیراها رو خاموش کردیم. رفیقان کامیراها رو قطع کردم. میدرویم. ما آماده ایم اکی صالح. رفتیم. کارلوس شنیدیم. میدرویم. کارلوس. کارلوس. تو جدی میباشی؟ این چه خیلی میشه؟ با مادرم گفتم که با یک جوان شناس شدم. مادرم باشد رفته با پدرم نقل کرد. گفت که اومده شناس شویم. هر باز چی میگفتم؟ خوش بر حال ما. کارلوس. با فکرم که اومده نمیخوای. شاید آماده نیستی. کارلوس مرا میشنوی؟ کارلوس جواب ده. کارلوس مرا میشنوی؟ کارلوس. لبا یکم گوش میکنم. برادر خوشت در کجاست؟ آماده ای؟ ما میدرایم. آمادم. مایلش بسیار خوب. شب منتظر میشویم. تا بازدید. خیر. مایلش من کمی کار دارم. درتر به تو زنگ میزنم. مایلش خودت را احتیاط کن. تا بازدید. خیر تا بازدید. ایلو همش خوب شود. اگر در درون چی هایم فهمیده ضرویم. بالتا جان اینجا لانه خائنان بدکار است. در اینجا برای افسران ما دام تیار میکنند. آنها را به نوار گرفته سیر و اسرارشان را به خارج جان بفروشند. نفهمیدم چه به نوار میگیرند. بالتا اینقدر ساده نشد. آخر خودت باید فهمی. احمقان. اگه بیا حمله کنیم چرا میستیم؟ آرام حمله میکنیم. بالتا کمی صبر کن. باید تمام حجتهای در درون بده را به دست آریم. برای همین باید که خیلی با دقت باشید. آماده اید؟ آماده ایم. میرویم. بسم الله. این چی شد؟ چرا این کار رو نمیکنه؟
دعایم چی شده باشد؟ از کار بود؟ دو نفر را کشتیم. احتیاط شوید. حالا زد و خود آغاز می‌گردد. تمه صدای تیپ رو ندی دارم. همه رو ایحاطه کردن. همه با اینجا بیاید. ما رو شنیده. اول من میدارم. مایداش. نمیارزد. وظیفه‌مون همین است. تشکر. اپا امشب تو برای من لازم میشوی. باید با ایله سنا بخوریم. اپا با ما کمک میکنی؟ هرچی از دستم باید میکنم. رحمت اپا. برو گوش کنید. با ما حاضر کردن. اگر اونا خوشت ها رو گیرن مردن اما بهتر است. همه اتون ما رو شنیدید. برای همین اجازت ندید که به اینجا درآیند. زودتر باشید. خوب شده است. نگران نباشه. رفیقان یک از در اومدی در آن نظاره کن. حیوان برای سریبش نکنید. آنها بسیاری آمدن. زودتر شوید. و کمک نیاز داره. همراه سومان در درون هستیم. شما در کجایید؟ زودتر شوید. آنها اوجت رو نابود نکرده در آمده لازم. بمبئی کسی نپرایم از اینجا نپرایم. چیکار کنیم؟ همه رو احاطه کردن. از طرف خفا میبرایم. راه گردید. راه گردید زودتر. غریب به طرف شما میآیند. احتیاط شوید. فهمیدم شاهین. منتظریم. خدا لعنت کنه شما را. زودتر. با گمانم هلاک میشویم. همه همون رو در اینجا میکشم. صبر کنید. آنها میخوان که حجت های در اتاق بدار گیرن. نباشد حجت ها را دیر تا جانمان خلاص شوم. نه تو در اینجا ایست. آنها را آواره کن. من با پایم فرامده تمام حجت ها را نیست نابود میکنم. فهمیدیم. بیا حمله کنیم. مایلک من از خفا میدوایم.
میشد آیا پلیس کاش پلیس میشد تعیناتی مخصوص میگوشتن چه تعیناتی مخصوص بله احتمال از نجاتها خبردار شدن برای همین به اینجا آمدن من با پای نفرایم من چیکار کنم من رفتن بخواهم بیا تو با من لازمی بیا از آریف منتظر خبری من ندارم شما هیچ ای خدا راهگار مرا نکنه از شما بگویم نفر بر مدرسه که نیرم شما هیچ شاید در داخل نفرانی دیگر هم باشند شما این آدم ها باز از کجا پیدا شدن انا اکنون من هلاک شدم التجا میکنم مرا سردید باز کن دمت را گیر سلاحت را پرتا تسلیم شو صدایت را نبرال نباشد خلویت را میبرم فهمیدی؟ کسی نیست در اینجا هم کسی نیست دیگر جایها رو هم بینید اینجا کسی نیست سومان در کجاست؟ آیا همراهی تو نبود؟ به بالا برآمد چرا او را تنها گذاشتی؟ مرا گوش نکرد دویده رفت من با ظریف آشیانه پایان را ببینیم شاهین پس پی سومشش والتر تو گرد اطراف را نظارت کن یگون کس نماند اکای ساله ما در داخلیم حجت ها رو گرفتید اکا حالا نگرفتیم حاضر میبینم ظریف زودتر کارلوس تو باشه هوشیار شو اکای ساله مرا ملامت کردی من همینجا میباشم از عمل محروم شدم باز تو مرا سرزنش نکن آوازت را نبرار تو کیستی؟ از کجا برآمدی؟ از مزار به فکرم یافتیم حجت ها باید در این حجره باشند آریف محکم است ظریف در این کسی هست ظریف به فکرم حجت ها را نیز کردن میخوان به خبرم به فکرم یافتیم گشاده نمیشه مایلش آروم شد یگان کس را دیدی؟ باز یگان نامکری نکنید اکای ساله اتاق را یافتیم اما در را گشاده نمیتوانیم دستگاهی در شکن روان میکنید
خوب شده است روان میکنم. تایفون اسباب در کشایی در پایان است. زودتر گرفته رو. اطاعت در کیساله. زودتر. تپانچه‌ات رو ده. تپانچه‌ات رو. زودتر. مرا دیوانه نکن. ساده گمان نکن مرا. تو کی بودنی مرا نمیدانی. یکی از عضو این گروه میباشی. کاری تو نباشد. من سرجنت میباشم. مرا شنیدی؟ حقی مرا دستگیر کرده بردن نداری. مدام که سرجنت میباشی در اینجا چی کار داری؟ کاری تو نباشد. کاری من است. جانی چندین افسران وطن پرست رو در خطر میگذاره. محمدانایی نکن. این دخترها رو به نوار میگیرید. بعدم آنها رو تهدید میکنید و سیر و اسرار آنها رو میفرشید. دروغ است. دمت را گیر. در محبس مرده میروید. برای تو بر این بی‌شرفان و بی‌ناموسان مقامات ضرر میبیند. و تو گفتم دمت را گیر. نباشد تو را میپرانم. کنی راه گرد. حاضر. حفظ درا. راه گرد. شاهین احتیاط شم. کنی بیاید. همه اتون بیاید. همه شما را میکنم. اول از این زن آغاز میکنم. اگه ساله اسیر گرفتند. یکی از آنها سومن را اسیر گرفت. تکرار میکنم سومن را اسیر گرفتند. با شانه بالا کمک روان کنید. خدا لعنت کنه. عارف شنیدی؟ سومن را اسیر گرفتند. در حال با شانه بالا را. میلش من به نزد آنها میروم. ظریف شما دوام دهید. سومن را اسیر گرفتند. من به بالا التجا میکنم. دقت باشه. بسم الله. شغال همه را میسوزاند. این آدم از کجا پیدا شد؟ آدم بر این گفتن چی میخواهی؟ مرا سردید از اینجا روم. عارف این آدم قماندان بوده است. دختر رو شنیدین. مرا از اینجا رها کنید. تو چی داری برادر؟ گفتم که مرا سردید. پس چرا به اینجا آمدی؟ با این رزیلان چی سر و کار داری؟ او هم آدمی آنها میباشد. خودمت رو گیر. دختر را سردید. آدم برای مصلحت کنید. شاید برای تو یگان کاری نیک کرده توانیم. از اینجا رد شو. بس از این کار بسیار درست کشید. را پرونید. دشمنان ملت و وطن احمد خان حالا در دست من افکیده. کنی بینیم تا کجا میگریزی. از دست یگان کار نمی آید. من به تو نشان میدم که فروختن سیر و اسرار دولت چیست. کنی نشان ده.
پیش نیا. هر بیامد بسوزه. تو خودت بسوزی. تیاری دیده به دوزخ میروی. تو هم راه من میروی. نه من نمیروم. چی شد برادر؟ نمیشود اکا. شده نمیشود. تو مانده شدی. تو کارمندی تعیینات مخصوص هستی. اگر زورت آماده باشد پس به تجربه آموزی میرم. منظوری من این نبود. تو برای خطا فهمیدی. کنی برخیز. حجت های در درون بوده آینده میلت است. شعرکی من تو حقی مانده شدن رو نداری. خیز از جایت. خیز. یا الله. آماده ای؟ ظریف در حال ندروید برادری با تحتم به خاکشان می شود. من در درونم. اکای ظریف من در درونم. بالتا برادر منو میشنوی؟ اکای اینجا می سوزد من هم می سوزم. و بالایم جیبان افتیده است. صبر کن برادر صبر. چه خیل به درون در آمدی؟ از خفا در خفا یک پنجره بود. کارت رو دوام ده. اکا تو چی نداری؟ با سلاحی تو نیاز دارم. ای برادر هر کاری که میخوایی رفته با سلاح خودت کردن گیر. این سلاح در ذمه من میباشد. انتقام. من با تو چی کردم؟ اگر در تو انتقام گرفتم باشد چرا مرا نکشتی؟ چه اینقدر سوال زیاد میپرسی؟ البته که میپرسم. آخه دست و پای من بسته است. کنی سلاح مرا پرتو؟ یک کار دارم. حال کرده میروم. گوش کن. هرگز یگان انسان رو با سلاح من نکش. نگران نباش. برای شخصی کشتم از من منعدار میشه. چیکار میکنی؟ آخر اینجا میسوزد. عجب با درجه شهیدی رو میگرفته باشم. بگمانم که شهید بشوم. آخر از اول تا آخر در این وظیفه بودم اما کسی من رو نکشت. از همه خود مفتی را یک پرسم. عارف چیکار میکنیم؟ به در آمدن اجازت نمیدیم. علاجی دیگر نداریم. خوب فکر کن. اگر به او یگان ضرر رسد تو هم میموری. خودت را هلاک میکنی. رو پرون. من شوخی نمیکنم. میپرانم. اوریس مرو پرون. اوریس مرو پرون. اوریس مرو پرون. سومن تو خاموش باش.
عارف مرا پرید. سومن به تو گفتم گپ نزن. سومن دیوانگی نکن. خدا چیا دمتان را گیرید. مرا گوش کنید. من باید از اینجا برایم. فهمیدید؟ اگر فهمم که من در اینجا می باشم حیات هم می سوزد. آیا این رو میدانید؟ زن و فرزندهایم رو همه رو از دست می دیم. چرا این کارا کردی؟ چرا خودت رو به این خیانت شریک کردی؟ دولت به تو اردن شرف داد، وظیفه داد، معاش داد. چندین نفر زیر دستان تو بودن. سربازان از نزد تو سلام دادن میگذاشتن، تو رو حرمت میکردن، قماندان میگفتن تو باشی. در برابر خوبی آنها خیانت کردی. مجبور بودم. چرا مجبور بودی؟ چرا که در دست آنها نوارهای من هم موجود بود. فهمیدید؟ مرا فریب کردن، گفتن که وظیفه تو رو بلند میکنیم. هنوز دیر نشده است. من الکی بدامشان افتیدم. با وطن و رفیقانم خیانت کردم. مرا اصلا از زندان نمیبرارند. حالا باشد از پیش رای من دور شوید. همه خطا میکند، اما همه با وطن و ملت خیانت نمیکنند. چرا این کار را کردی؟ اول مرا به نوار گرفتن، دست و پایم بسته بود، گفتن که مقام تو رو بالا میکنیم، وظیفه میدیم. وظیفه های این دنیا مثل اصلی زهرآلودن. بله کیف و صفا کرده میخوری و بعد یک عمر عذاب بکشی. الکی این زهر رو خوردم. این دنیا را از دست دادی، سلاحت را پرتا، فکری آخرت را کن. و تو میگویم کاری آخرتت را مشکل نکن. محمدانایی نکن و قفا روید، قفا روید. به شما میگویم قفا روید. میلش میروید. آرام شو. محترم مفتی، حالا در بین آتشم. پسرم تو جدی میگویی؟ چی کار هستی؟ من کارمندی تعیناتی مخصوصم، وقتی زیاد ندارم. داملا حیران نشد. زودتر به من گو که در آتش سوزم شهید میشوم یا نه؟ اما لیکن برای چی با آتش در آمدی؟ وظیفه‌ام همین، وگرنه در این جایها چیکار میکنم؟ یعنی از برای خدا رفتی. انشالله در راه خدا میباشی و حکم شهید را داری. آه داملا، آخ این را بر وقتتر میگفتی. سلامت باشی. بازده طاقت کن، من آمدم. برادر خداوند با تو برکت دهد. با این حال من نگر. چی شد برو؟ آیا تو را نجات ندادیم؟ به شرافتی تو نجات یافتم. بیا زودتر از اینجا برو. زودتر برادر. داملا، مایلش داملا، رفیق مرا نجات داد. رحمت داملا. تو با کی صحبت داشتی؟ با مفتی چی کار داری؟ به سرم یک فکر آمد. فکر کردم که اگر مرا نپرانم هم شهید می شوم. ای مبارک، قریب که در آتش می سوختی، آیا در فکر شهید شدن بودی؟ خیر باز چی می شدم؟ خدایا توبه. خیر میلش، بیا رفته سومن را نجات. رفتیم. سومن آرام باش. خیریت برآمدند. Хочется сладкого? Лакомка от фабрики «Ата» – это то, что нужно. Вафельный сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини – маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики «Ата» – самое сладкое удовольствие. نهایت در آنجا ایستید. خوب شده است. نپرانید. ایستو بگویم. ظریف نپرانید. گفتن نزدیک نشوند. آقای سرجنت، این خیلی نکن. التجا دارم. برای خودت راضی نشود. از اینجا زنده نمیبرایی. گوش کن، ما نمیخواهیم به سر تو فلاکت آید.
مرا گوش کن. اکنون دیر شد، راهی نجات نیست. اگر به همش قایل شوی راهی نجات هست. بگو که پشیمان شدم. گوش کن، آخر دری توبه همیشه گشوده است. با قتل رسیدگان چی میشوم؟ همه این جنایت هایی کرده ای من. تو پشیمان شدی؟ گبزن پشیمانی؟ پشیمانم یا نه دیگر فرقی نداره. گوش کن، حالا هم دیر نشده است. اما اگر تلاحت را نپرتایی و تو کمک کرده نمیتوانی. نه نمیپرتایم. راه را کشاید. راه را کشاید. راه را کشاید. تو کی رو نظارت میکنی؟ اکه اوریف را؟ نه. سومن را؟ شاهین را؟ کی رو میجوی؟ گبزن! هی گبزن، مرا دیوانه نکن! و تو کی لازم؟ اکه اوریف! شاهین! بستا! 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 تو را هیچ کس نمیشنود. در جایت قرار نیست. تو نیتی قرار نشستن نداری. انا در اینجا قرار نیستی. چیزی لازم هم را گرفته میروم. گوش کن، دیگر چاره نیست. یا او را رها میکنی یا اینکه پاره پاره میشه. نمیفهمید. من پروای این دختر رو ندارم. تسلیم شوم همه رو میکشن. کی میکشد؟ همه شخصانی که مرا آلوده کردند و اونهایی را که من شریک ساختم مرا زنده نمیمانند. اوریف، یک بار کن. ماشین، برای من ماشین آماده کنید. مانید که من روم و دختر کاردار نمیشوم. با شما وعده میدیم. زودتر باشید. زودتر. من میکنی که میگریزی. سری مرا ویران نکن. بیا، کنی بیا. کنی چهره شاد را با من نشان ده. نشان ده. نشان ده خودت را زودتر. چهره را با من نشان ده. و تو باز یک امکان دیگر میدهیم. دختر را سرده و بگو که پشیمان شدم. بعدا رفته هم اجزای اخراج شو. خود را و آخرتت را نجات ده. وقتی که من در این دنیا مردم از آخرت به من چی فایده؟ زودتر مرا مجبور نکن که دختر را پرانم. رفتیم. نزدیک نشوید. و من راه دهید، نپرانید. سومن خوب هستی؟ خوبم حواسیز نشم. کارلوس برادر تو چیکار کردی؟ ای کارلوس،
کارلوس آخه تو چیکار کردی؟ چرا اینو پروندی؟ کی با تو گفت که او را پران؟ بسیار خوب پراندی. کارلوس جواب ده. مگر مرا نمیشنوی؟ اکا رفته اک بینم. رفته برادر. ندرس و رفیقان تو یگان چیز نشده است. شخصی در کاری مرد. این را بر رفیقانت بده. این سرشبیه کار است. کارلوس با تو چی شد؟ نه پوسکا یک آدم مرا زده بیهوش کرد. کی؟ نمیدونم اکا. من در اینجا بودم از پسم اومد. یکون چیز رو نشنیدم. مگر او پران؟ بله اکا کی رو پراند؟ قماندانی رو که سومند را بگراو گرفته بود. این رو او داد. پیش از رفتنش گفتی این سرنوشت کار است. اکا این شخصی بود که بسیار با تجربه بود. یا سرباز بود یا پلیس. از کجا فهمیدی؟ از 300 متر به یک تیر اون را به زمین افتاند. اکا آخر به این سختی شما نظر کنید. بغیر از من و 3 نفر دیگر هیچ کس این کارو کرده نمیتواند. گفته است که این آغاز کار است. پس فیلم حالا ادامه دارد. در هیجان هستی؟ اگر لرزه پوام رو به حساب نگیری هیجان نداره. کنی زنگوله رو زیر کن. اگر من با اونها معقول نشوم چی؟ چرا معقول نمیشده؟ معقول میشوی. زودتر شو. برای اومدن از رحمت نمیارزد. مادامی که سومن اومده نتوانست در این خیل روزها تو رو تنها نمیمونم. نباشه زنگوله رو زیر میکنم. کنی زیر کن. زنگوله رو زیر کرده گریزی ما در ایام کودکی همیشه همیطور میکردیم. تو چی کار کردی؟ چیکار کردم؟ با کجا میروی؟ کنی راه گرد. برای این کار حالا بر وقت است. کجا شدی؟ شام بخیر. شام بخیر. سلام. مرحمت به درون دروید. منتظر شما میباشند. نه من نمیدرویم. برای رفیقم اومدم. زیغ نشود گفته. فضیه تو هم بیا. بیا بسیار خوب میشود. نه جانکم نمیدرویم. شما دروید؟ من هم نروم چی میشود؟ کارلوس تو چی ها میگویی؟ پدرون درو پدرم این خیل کارها رو دوست نمیدارد. زودتر شو. کارلوس کنی درو زودتر درو. تو هم بیا درم بیا. شما بخیر. خانم به دخترمان وعده دادیم. شناس شوید. مادرم پدرم این کس باشد کارلوس. کارلوس؟ خوشحال شدم. مرا همه کارلوس میگویند. شما هم میتوانید کارلوس گویید. کارلوس؟ خوش آمدی پسرم خوش آمدی. خوش باشید. مرحمت. تشکر. کارلوس با من گوش کن. با پایزولا درو. چه؟ آخر من با اینها در کوچه میگردم. هیچ گپ نی. بیایید مرحمت کنید. کارلوس مرحمت کن. مرحمت. مرحمت.
خانه‌تان زیبا بوده است. به قصد مانند. حوزش خورد است اما برای ما کافی است. کارلوس مرحمت. عذر میخوام. ها امروز چه گذشت؟ مثل همه روزا چیکار میکنی نمیکنی؟ باید غلبه به دست داری. کارلوس آیا تو رئیس یگان دسته فوتبال هستی؟ نه. آیا سلام به شما چیزی نگفت؟ درباره کارت هیچ چیز نگفت. من کارمند تعیینات مخصوص میباشم. چه؟ یعنی در تعیینات مخصوص کار میکنی؟ بله جناب. در حالتهای فوق‌العاده و مخصوص عملیات میکنم. بسیار خوب، بسیار خوب. در حقیقت عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب. تعیینات مخصوص. سرژانتی که امروز او را کشته بودم متاسفانه او خائن دولت بود. در بین ارتش ترکیه این گونه آدم‌ها نادر میباشند. این صدا را خوب گوش کنید. 12 ایون سال 2009 ثبت شده است. شام بخیر کماندان. شام بخیر نادیر. آقای کماندان دیشب به سربازخانه حمله کرد. شنیدم. خبر دارم. 10 سرباز یک متخصص به سرژان. نادیر تقدیر بوده است. غمگین نشو. در حیات این گونه حادثه ها می شود. اینها چه میگویند؟ به سربازخانه امنیت حمله کردند. آنها دیده و دانسته سربازان را شهید کردند. بی‌شرفان. کنی دوام ده. من گوش کنیم. با سربازخانه ما خبر فرستادند اما با فرمان شما ما با کمک آنها نرفتیم. دشمن را دیدیم اما با آنها خرخشه نکردیم. چنانی که میدانی وضعیت بد است و خوجین‌هایی در بالا بوده این حادثه لازم است. برای همین کار خوب شد. واهمه کردن لازم نیست. با دست سرباز دنیا آباد نمیشود. آخر این خودش چی گپ است؟ دیده و دانسته سربازان را قربان گروه جنایتکاران کردن. باوری کس نمیآید. بیشتر این گونه حادثه ها می شدند. انشاءالله دیگر نمی شود. حق و حقوق خود را باید صاحب شویم. سومن یگان خبر هست؟ بله آقای مدیر. جواب رسمی که کارلوس به آنقره روانه کرده بود آمد. نامش بهادر ارسلان. رتبه‌اش سرژان می باشد. سال 2009 در سربازخانه چپورچه بود. گروه تروریستان به آنها حمله کردند. 12 نفر به شهادت رسیده بود. حمله ای که از او سخن میکردند. بهادر ارسلان و 2 نفر دیگر زخم برداشته سپس صحت شدند. سراغ را معلوم کردید؟ بله آقای مدیر. سراغ در اینجاست. فهمو. در حال آماده شوید. او را دستگیر کرده بیارید. احتیاط شوید و دیوانه ها مانندی دارد. آقای مدیر دیوانه باشد هم فرقش نیست. آخر ما هستیم کور. آفرین بابا. بسیار خوب. از پی کار شوید. ظریف من مرحمت بشید. مایلش. نو بر سری وظیفه اومده بود. وضعیت بسیار ناآرام بود. در راه میرفتیم ناگهان با ما حمله کردند. باور کنید چونان تیر پرانی کردند که مثل باران تیر به طرف ما می اومد. ما گفتیم میموریم و خلاص. چیل آیا به شما حمله کردند؟ چونان تیر پرانی بسیار شد که در صحنه تنها صدای تیر پرانی به گوش می رسید. چی کار میکنید؟ یگان کار نمیکند طبقت رو میگیرد. آخر تمام نشده است. یک لقمه دیگر مونده است. مادرم همیشه همین خیل میگفت که برکت خوراک در ناله آخرین است. این عرف و عادت ماست. خوراک را تا آخر باید خورد. اکرم جان 1 دقیقه اینجا بیا. خوب شده است جانم می آیم. آمدم. کارلوس با اجازت شما. این خیلی نگوید.
پسر چی میگویی؟ تو با پدرم معقول شدی؟ با پدرت معقول شدم، اما مادرت از من راضی نیست. با مادرت معقول نشدم، همین خیلی با او اهمیت نده. ای خدا، باز از دستم اون کاری بد میآید. تشناب در پایان است. باورم نمیآید. سنم کوفته این آدم رو از کجا یافته؟ این چگونه جوان است؟ نپرس. اگر به سنم وعده نمیدادم این جوان را 1 دقیقه در خانه راه نمیدادم. چیکار کنیم؟ چخیل از این نوبکار خلاص شویم؟ اکرم جان یگان کار کن. دیوانگی نکن. به سنم وعده دادیم. خودت را به نادانی زن فهمیدی؟ سنم نباید این جوان را دوست دارد. من این را قبول ندارم. از حد گذراند. بسیار گذراند. او یک پالیسچه را گرفته به خانه همان آورد. اگر خاموش استیم و بالای سرمان میبراید. خیر بس کن. حالا باشد کمی صبر میکنیم. شاید سنم از ما به کار بودنی اون رو خبر شده. از بریا گذراند. انشاءالله. عارف، با تو صحبت کردن میخواهم. در کدام خصوص؟ در خصوصی هر دویمان. در موضوع هر دویمان حالا هم گپی هست؟ همین خانه بود. رقمی 5 بله اکی ساله نباشد. میدانم چرا خاموشم و گمانم که خواب است. وقتی در آمدن است. شما آماده اید؟ آماده اید. نباشد رفتیم. خدا مددگارم اون وقت. کسی نیست. در اینجا کسی نیست. در اینجا هم کسی نیست. همه با اینجا بیاید. وای این آدم عجیب بوده است. آیدی چی کاره نقشه کشیده است؟ چی باشد؟ کسی که امروز مرده بود نمیگ. عجبا نوبتی کی باشد؟ باید هرچی زودتر بهادر رو یاده. نباشد شدید بدون فرمان می شود. در کجا بودنش را خدا می‌داند. صبر کن. اگر نشود من با سنم صحبت میکنم. با او میفهمونم که تو لایق این جوان نیستی. تو لایق از این دیده خوبترش هستی. خدایا این چی بلایی بود به سرمون. خیر بس کن. عصبی نشو. بیا میرویم. زودتر به درون برویم. خوراک معقول نشد؟ معقول شد. گفتنی بودم که دستتون درد رو نبینم، اما شما در این کار دستتون رو نزدید. کارلوس بیا نرد بازی میکنیم. نه دخترش که من روم. خونه زیبای شما رو چرکین کردن نمیخواهم. کجا شدی؟ خانه چنون کلان است که گم شدم. کفته با عذاب یافتم. شما شینید من رفته قهوه تیار میکنم. سنم لازم نیست، من میروم. کجا میروی؟ آخر وزیرکک اومده بودی. دخترم پیشی روحش رو نگیر. شاید کاری زیاد داشته باشد. آخر او پلیس است. خانم کارمند تعینات مخص میباشم. کارلوس تو با من بسیار معقول شدی. بسیار هم. دخترم آفرین. جوانی خوب را دریافت کردی. خیلی خوب را. من هم شما رو بسیار نقدیدم. برای همین روم بسیار خوب میشود.
کارلوس آیا یگون گپ شد؟ چرا یک دورا رفتن میخواهی؟ سنم دیگر سوال نده. خودش چی گپ؟ آخر همش خوب بود کو. سنم تو همین خیلی گمون داری. ای کارلوس روشن‌تر گپ زن. سنم از من نه، بلکه رفته از پدر و مادرت پرس. شب خوش. بخیر است. آیا یگون چیزی یافتی؟ یافتم. 3 مکانی نو یافتم. هر سیاش در راهگذری پیش از آرانند. در این گذرگاه ها چی نقشه‌ای دارند اما انیق درک نکردم. گوش کنید، به این نظر کن. چیزی نوشته است. دانشجویان سر ساعت 9 میبرویند. در اینجا تاریخ روز میباشد. تاریخ روزی بگو. اکای ساله، عارف. این آدم دیوانه بوده است. و دانشجویان اکادمی هم نمیکنه. کدام اکادمی؟ لیسه یا اینکه اکادمی حربی؟ کدامش؟ اکا اینش رو نمیدونم. برای فهمیدن این کار یک راه است. بهترش وقت رو به جستجوی او صرف نکنیم. با امنیت خبر دیم آنها رو مییابند. آخر او نمیک را خائن میگفت، ولی از دانشجویان چی میخواهد؟ خائن حقیقی محض خودش است. شخصانی که این عمل را میکنند آنها را مثل خوک بد میبینم. من رفته از ماشین جوزان را میارم. اینها را پیدا کرده تسلیم میکنیم. من هم میروم. بیا برادر بیا. باتر، آیا تو هم او رو میبینی؟ شخص لازم من همین. ایستا در جایت، حرکت نکن. اگه ساله شاهین او رو یافته. وای میگوریزد. باتر زودتر شما با او چی گفتید؟ چرا بر اومده رفت؟ نه دخترم، ما یگان چیز نگفتیم. یا خدایا توبه جالا به او فهمان، به دخترم فهمان. دخترم بیگذار رود رفتن گیرد. به کجایی که خواهد رفتن گیرد. این جوان تو رو سزاوار نیست. تو چرا رو به خونه آوردی ها؟ این جوان چی گناه داشت؟ گوش کن دخترم، یک جوانی نمیشده نیست. آخر تو زیب این گونه شخصیت نیستی دخترم. نمیشدنی؟ در حیاتم از این جوان دیده خوبتر و بهترش رو ندیدم. دخترم به هر حال ما از دیگران فرق میکنیم. بله. تو دیگری و او دیگر. پس معلوم شد که شما رو فریب کردید. پدر، آیا میدونید که این جوان یک خطاگی دارد؟ به مانند شما درویه نیست. دخترم سنم ایستا سنم دخترم. باتر، تو با آن طرف رو. من به این طرف میرم. من شکل در اونجاست. کجا شده؟ کو برا؟ با تو بگویم برا. شما از پی آدمی خطا میباشید. نگران نباش، ما از پی کشیدنمان را نظم میدانیم. بهادر اصلا قماندان را امروز تو کشتی. او حق مردن داشت یا نداشت؟ تو حق نداشتی که او را پرانی. البته که دارم. نیت و نقشه های تو را نمیدانم، اما بیا از این کار دست بکش. کارم را که تمام کردم از اینجا برآمده میروم. نگران نباش. آیا کاری تو کشتن دانشجویان بیگناه است؟ نامم را آموختی، اما کی بودنم را ناموختی؟
من حساب خونه ریخته را میپرسم. روزه میشود که تمام مردم برای کارهایی کردم از من منتدار میشوند. تو با این خیالهای خامت عدالت جویی میکنی. از بحر این کارت گذر. چی کار کردنم را از تو نمیپرسم. من تو بر این انسانها را زیاد دیدم. من با قانون و قاعده‌های خودم کار میکنم. من بعضی انسانها را با وجدان خودم محاکمه کرده گناهکار دانستم. این کار باید در اینجا خاتمه یابد. من با تو کاری ندارم. خس گفتم. خس با کفاگر گفتم. کفا اگر علم در ثریا باشد، بیشک مردان از اینها آن را به دست آورند. این حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درستی سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمربستن ابرمردان از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی حمدانی، جامی، بیدیل و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه‌ای را از حیات آنها پیشکش شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.